شیائومی شرکتی که به خاطر دستگاه هوشمند پیشرفته و قیمت به صرفه‌اش شناخته شده، در سال اخیر تبدیل به یک نام پرآوازه در دنیای فناوری شده. در این ویدیو به 10 تا از محصولات جالب و دیدنی شیائومی میپردازیم و 10مین محصولش واقعا جالب و دیدنیه. با من همراه باشید تا بهش بپردازیم. شماره 1. مکعب روبیک شیائومی از یک طراحی موقعیت مغناطیسی استفاده میکنه که با طراحی ساختار مناسبش محکمه و در عین حال گیر نمیکنه یا از هم نمیپاشه و دارای باتری قابل تعویض 3K و کم مصرف هستش. دارای سیستم سنجش 6 محوره که به ضبط خودکار هر چرخشی و تغییر رنگ کمک میکنه. شماره 2. گلدون شیائومی دارای چراغ نشانگری که بیانگر یکی از 4 وضعیته. مثلا گلدون در حال شارژ شدن نیاز به شارژ بیشتری داره، شما باید آب بیشتری اضافه کنید، یا خاک نیاز به کود داره. این گلدون با بلوتوث با وصل شدن به گوشی شما وضعیت خاک و گیاه رو به شما اطلاع میده. برای افرادی که گل و گیاه رو خیلی دوست دارن واقعا خوبه. شماره 3. پشه‌کش شیائومی طراحی ساده و زیبا در کنار کیفیت ساخت فوق‌العاده. با هر بار قرار دادن باتری در این دستگاه میتونه تا 90 شب ازش استفاده کنی. همچنین فیلتر این دستگاه ضد حشره میتونه 720 ساعت دووم بیاره. فیلترش جوریه که حاوی موادیه که موجب کاهش نیش حشرات میشه. قبل از اینکه به محصول بعدیش بپردازیم لطفاً ویدیو لایک کنید. شماره 4. جاروبرقی شیائومی یک دستگاه تمیز کننده خودکاره. این دستگاه مجهز به حسگرها، برس‌ها و مکانیزم‌های مکش برای حرکت در اتاقه. تشخیص کثیفی و زباله و تمیز کردن مؤثر سطح‌ها هستش و میتونه چیدمان اتاق رو در حافظه خود ثبت کنه و هر روز به صورت خودکار برای شما جارو کنه. شماره 5. اجاق بخار شیائومی میتونه دما رو با 1 درجه سانتیگراد تنظیم کنه تا دمای مورد نیاز برای کارهای مختلف پخت و پز رو به دست بیاره. این دستگاه میتونید از راه دور هم از طریق برنامه مجیا کنترل کنید و زمان و درجه حرارت این فرم به صورت هوشمند کنترل میشه. شماره 6. چمدون شیائومی فضای ذخیره‌سازی چند محفظه‌ای داره. این محصول ضد آبه که برای نگهداری از لباس‌ها بسیار کاربردیه و جنس این چمدون شیک و خاص از آلومینیوم هستش. اگه تا اینجای ویدیو براتون جالب بود، 10مین مورد رو هنوز ندیدی، چه چیز خفن و کاربردیه. تا آخر ویدیو همراه من باشید تا بهش بپردازیم. شماره 7. سرشیر شیائومی همه ما در طول روز بارها با شیر آب سر و کار داریم. برای استفاده راحت تر از آن میتونیم از سرشیر آب استفاده کنیم. نمونه از این ابزار توسط کمپانی شیائومی به عنوان سرشیر آب متحرک چند منظوره شناخته شده. واقعا کم کم شیائومی داره جای همه محصولات رو میگیره. شماره 8. میکسر شیائومی با طراحی ساده و مینیمال شکل جذابی داره و وزن سبک و قابل حمل داره. این میکسر با باتری 1500 میلی آمپری 3 ساعت شارژ میشه. سرعت چرخشش 18000 دور در دقیقه برات میچرخه. واقعا شیائومی بی‌نظیره. شماره 9. چراغ خواب شیائومی این چراغ خواب هوشمند میتونید میزان نور و دما رو از راه دور کنترل کنید و تنظیم زمانبندی روشن و خاموش کردن داره و از رنگ‌های جدیدی در هر روز لذت ببرید. این لامپ هوشمند با این همه کارایی خیلی کم مصرفه. واقعا تعجبه. به نظرتون کدوم از 9 تا از این محصولات شیائومی براتون جالب بود؟ تو کامنت ها برام بنویس. شماره 10. دوربین ماشین شیائومی این دوربین به عنوان ابزار ارزشمند برای ثبت تصادفات، رانندگی‌های منظره و هر رویداد غیرمنتظره در جاده‌ها عمل میکنه. با ویژگی‌های مانند ضبط حلقه‌ای، ضبط خودکار تصادف و کنترل صدا، آرامش و خاطر راهی مناسب برای ثبت سفرهایتان رو به راننده ارائه میده. اگه از ویدیو خوشتون اومد لطفاً کانالمو سابسکرایب کن.